شاه کبرا بلندترین و سمی‌ترین مار روی کره زمینه که به خاطر بزرگی و نیش کشنده‌اش معروفه. شاه کبراها رفتار و خصوصیات جالبی دارن که به اونها میپردازیم. صدها گونه مار در طبیعت وجود داره، اما شاه کبرا طولانی ترین اونهاست. طول این مار وقتی بالغ بشه 3 تا 4 متره و وزن اون تا 9 کیلوگرم هم میرسه. جالب تر از اینا اینه که شاه کبرا تا 180 سانتی متر از زمین بلند میشه. یعنی اگه یه انسان با قد متوسط روبروش بایسته با هم چشم تو چشم میشن. البته اگه یه انسان این شجاعت رو داشته باشه. حالا اگه یه شاه کبرا با این ویژگی روبروت سبز بشه عکس‌العملت چیه؟ تو کامنت ها بهم بگو. وقتی که این حیوان احساس خطر میکنه در حالت دفاعی قرار میگیره. یه هود کاپوت شکل اطراف صورتش باز میشه. در نگاه اول به نظر میرسه که این هود بخشی از پوست ماره، اما در اصل از استخوان‌های دنده و ماهیچه‌هاییه که میتونن خم بشن و حرکت کنن. شاه کبرا برای اینکه بزرگتر و ترسناکتر به نظر برسه این دنده ها رو باز میکنه. در حالی که صدای وحشتناکی در میاره به حالت ایستاده در میاد و آماده حمله میشه. شاه کبرا از نظر میزان زهر بیشترین زهر رو در بین مارها داره. اون میتونه در یک گزش بین 2 تا 7 میلی لیتر زهر به بدن موجود وارد کنه که این میزان برای کشتن 122 موش کافیه. اگه شاه کبرا یه انسان رو نیش بزنه زهر این مار بعد از نیش زدن با تأثیر بر دستگاه عصبی مرکزی باعث ایجاد درد شدید، تاری دید، عدم تعادل، سرگیجه، خواب‌آلودگی و فلج کامل میشه. در صورتی که خدمات درمانی به موقع انجام نشه ممکنه باعث توقف گردش خون و نارسایی تنفسی بشه و فرد به کما بره و بعد از 30 دقیقه جون خودش رو از دست بده. نیش این مار یه فیل 5.5 تنی رو فقط تو 3 ساعت از پا در میاره. بیشتر رژیم غذایی این مار شامل مارمولک‌ها و مارهای دیگه است. در صورت عدم دسترسی به این منابع از جوندگانی مثل موش و موجودات دیگه هم تغذیه میکنه. شاه کبرا بعد از بلعیدن یه شکار بزرگ به دلیل سرعت متابولیسم پایین تا ماه‌ها نیاز به تغذیه مجدد نداره. در فصل تولید مثل شاه کبراهای نر برای به دست آوردن ماده‌ها با هم مبارزه میکنن. اول مارها اندازه هم رو میسنجن و بعد با هم مبارزه میکنن. مبارزهشون به این شکله که بدناشون رو به هم میپیچن و سعی میکنن همدیگر رو زمین بزنن. هیچ گاز گرفتگی در کار نیست. وقتی یکی از مارها به زمین میخوره مبارزه به پایان میرسه. دوستان عزیزم برای حمایت از ما لطفاً ویدیو رو لایک کنید. مارها نسبت به استانداردهای انسانی والدین خوبی نیستن. بیشتر گونه مارها تخم‌های خودشون رو رها میکنن. اما شاه کبرا برعکسه. این خزنده خودش یه لونه میسازه. اول یک کبرای ماده برگ جمع میکنه و بعد از اون 20 تا 30 تخم روی برگ ها میذاره و با مقدار زیادی برگ روی تخم ها رو میپوشونه. تجزیه برگ ها باعث گرم نگه داشتن تخم ها میشه. بعد از اون ماده روی لونه میخوابه و نگهبانی تخم ها رو میده. اون تو این زمان چیزی نمیخوره و انگار گرسنگی باعث عصبانیتش میشه. اگه کسی بهش نزدیک بشه
سریع بهش حمله میکنه و دقیقاً وقتی که تخم‌ها میخوان شروع به شکستن کنن اونا رو ترک میکنه. بچه‌ها و بعضی از بزرگترا سالای اول تولد خط خطی هن. بچه‌های شاه کبرا زمان تولد حدوداً 30 سانتیمتر طول دارن و نوارهای سیاه و سفید تمام بدنشون رو پوشونده. اکثر مارها در بزرگسالی خطهاشون رو از دست میدن. رنگ پوست شاه کبرا تقریباً قهوه‌ای یا زیتونی میشه که این موضوع نسبت به محیط زندگی این موجود متفاوته و اما شاه کبرا هم از دست شکارچیان در امان نمیمونه. با اینکه یکی از قدرتمندترین گونه در میان مارهاست اما یه دشمن کوچولو داره که سم این مار قوی به اون اثری نداره. اسم این شکارچی کوچیک مانگوسه. مانگوس حیوانیه که تونسته این مار عظیم جثه رو از پا در بیاره. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم بابت همراهی و حمایت شما.